ولی عزیزان با موبایل‌هایتان آزار ندهید دیگران را. حرام است. گاهی مشغول شنیدن صدای زیبای قاری هستیم، میشنویم بسیار زیبا میخواند قاری صاحب و غرق در معانی و آیاتی که تلاوت میکنه غرق هستید که او دارد میخواند و لذت میبرید. میبینید یک نفر صدای زنگ موبایلش بلند میشود، بسیار خطرناک. در همین لحظه معنویت هم میرود، خشوع هم میرود. عزیزی من، تو تنها در حق خود تجاوز نکردی، تو متجاوز هستی در حق دیگران. تو در واقع بر نماز دیگران تجاوز کردید و این ناجایز است و حرام. فوقش اگر فراموش کردی که صدای زنگ موبایلت را خاموش کنین، علما فتوا دادن دستت را در داخل جیب کن، موبایلت کشیده خاموش کن. این که نماز تو مکروه شود به تنهایی، این بهتر است که نماز همه مردم را مکروه کنید و نماز همه مردم را خراب بکنید. و چرا یک صدای ساده نمیمانید؟ تو با ماندن این نوع ساز و موسیقی نشان میدی که چقدر از الله حیا